من امروز اومدم با معرفی یه ماشین خفن انگلیسی رولز رویس گوست. این ماشین از سال 2010 تولید شده. کلاس خودرو لوکسه. طول این ماشین تقریبا 5.5 متره. اندازش برابری میکنه با BMW اتاق 7. سرعت ماشین 250 کیلومتر ساعته. بیاید بریم توی ماشین رو ببینیم. موتور ماشین رو نگاه کنیم. تونسته اصلی این ماشین در عقب به صورت اتوماتیک از طریق یه دکمه باز و بسته میشه. حالا شرکت رولز رویس برای رفاه و حال مشتریاش تو درای عقب 2 چتر گذاشتن با آرم خود رولز رویس. تا وقتی که شما پیاده شدید زیر بارون خستشید. اینجا یه دونه کول باکس داره. میتونید نوشیدنیاتون رو بذاریدش تو که سرد بشه. پشت صندلی‌های جلو مانیتور هست برای استفاده سرنشین‌های عقب. حجم موتورش هم 6.6 لیتر. این ماشین سلطنتی و بیشتر برای تشریفات استفاده میشه. خوشت اومد با لایک و کامنت پیج منو بتره.